این لباسا برای مکتب 25 چشمه. من فامیل هاشون یوسفوف کسایی که فرمایش دادن نام منهای تیار کردگی. من این هم مکتب 25، من این دوامش مکتب 19. بله. اینها همش از متاهای نساجی خوجند تیار کردگی. کارخانه نساجی خوجند. این متا اصلا از چی است؟ پختگی است یا سنئی؟ 40% پخته دارد ترکیبش. باز من این مکتب بهبودی، مکتب یکی بهبودی من برای بچه ها هست یا دخترها؟ برای پسر بچه ها هم برای دختر. یعنی شیم و میبینم کاستوم. شیم کاستوم و ژاکت دارد. مثال بگیریم مکتب 25 از 110 سامان برای صنف‌های خوب پایان. بله. دوامش تا صنف بالایی تا 150 160 صنف‌های 10 11. برای دخترها هم میدوزید مکتب برای دخترها هم میدوزید. نرخ دخترها هم همینطور. یعنی برای چند مکتب میدوزید یا برای تمام خوشمند؟ برای مکتب 25 از صنف یکم صنف دوامش کی خواستگی ها اونده فرمایش داده است. خودتون میدونید که اون دفترها، روزنامه، ژورنال‌های صنفی که پیش از بازار خریداری میکردن صفتشون اونقدر هم خوبم نبود. وقتی که با روشکه مینویسید از اون طرفش رنگ باز جبیده میبراید. بنابر همینم وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان که امروز امکانیت دارد که زیرا که پلیگرافی که امروز فعالیت میبرد اون امکانیت دارد که تمام مکتب‌های جمهوری را با لوازمات ها به مانند ژورنال های صنفی، دفتر و هم روزنامه تامین نماید. بنابر همین گپ‌هایی بود که گویا که امسال وزارت معارف تمام لوازمات مکتبی را تامین می‌کرده است. این گپ دروغ است. البته این گپ دروغ است. یگان اساس ندارد، زیرا که سپارش هم بود که فقط دفترها باید که از بس که با استاندارد با او طلبات‌های وزارت معارف موافقت کند. بنابر همین هم ژورنال های صنفی و هم روزنامه فقط 3 نامگوی چیز که از جانب وزارت تامین کرده می‌شود. درباره لباس ها، این لباس هایی که از متای خودی، متای وطنی و کارخانه های وطنی برای دستگیری صاحبکاران است یا چی؟ اکنون این نه تنها دستگیری صاحبکاران استحصال کننده وطنی است. زیرا که خودتون یک قضاوت کنید که قریب که 5 میلیون اگر که گوییم که در ولایت اگر که امروز خواننده باشد اگر حتی با 1 سومانی اگر یک چی خریدار کنه این 2 میلیون سومانی است. بنابر همین این خیلی یک چیگم اقدام نیکی جناب عالی بود و هم که دستگیری وزارت معارف بود که امروز واقعا هم بگذار که ما این متاهایی که واقعا صفتاً بهتر است، لیکن اون پیشتر لباس‌های مکتبی خیلی ارزان هم بودن، لیکن اونا صاف از متاهای سنتتیکی بودن که البته با سلامتی سنی که با سلامتی کودکان خیلی زیان میرسید. امسال ما یک چند مرتبه با استحصال کنندگان خود ما واخوری داشتیم. رئیس محترم شهر رجب احمدزاده نیز در این واخوری اشتراک داشتند و ما هم قطعاً طلب کردیم که حتما صفت این متاها باید که امروز جوابگو با طلبات باشد و حتما از متاهای پختگی آماده کرده شود.